بیکرد و شتوما فرار از ملکی مالیست و شتوما فرار از ملکی مالیست و چی باشد تربوری ترواری بیری و شتوما ما قربانت شنو میگوری گندم اگر کشتشم اومدون گردم اگر کشتشم اومدون گردم نیاد مثلا یک نیاد از خوشحالی اصلا نیاد میدید ماشین نفرم خیرم البته بخشیش باشه خمید بینید داد آخر سن نمید سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به برنامه جذاب دیگه از ما. این برنامه از یک سورپرایز خیلی خوشحال‌کننده همین گل بگیریم و یک خبر خیلی خوش رو می‌خوایم در شما اطلاع بدیم و خبر که واقعا فوق‌العاده خوش بگذاریم، خانواده رو هم خوشحال کنیم. یک اندی که سورپرایز کنیم دوستان. آجاقا را از خواب من دیدم، بنده خدا را خیلی گشتیم گل پیدا نشد. همین در مغازه‌ش زنگ زدم، از خواب داشته اومده. ولی از گل بدیم واقعا دستش درد نکنه، زحمت کشیدم و برای برنامه خریدم همراه باشید ببینید که خبر خوش از مو چیه. انشاءالله چه سوال خوبی داشته سلامت باشید همیشه پایدار باشید سلامت باشید این گل چاییه. این گل چایی میتونه برگاهش چای میکنه ولی گل هم دیگه بسیار قدیمی خطنگه رو چاشا اسپری هم زد آجی دمیگه خیلی کارش درسته واقعا باده نه را اوکر اونو جدا بکشیم جدا بکشیم راست واسه آرکش قشنگ این طرف هم برو این طرف هم قشنگ اینا هم دیدن از این طرف بودیم در طبیعت برو خونه جواب روش پیدا کنم معروف بشه حالا جوابات رو برای مطمئنی ها و ماشاءالله دونستم اون واگن میخوای سورپرایز کنی ولی دهن چیره نشده فایده نداره باید شیری هم چقدر انرژی چقدر سر حال وایسا عکس بنداز سپورتی فعلا بنداز سراغش هم باید روشن یه شیرینی فروشی که شیرینی خودش بیشتر از شیرینی هاش زیادتره بیشتره سراغش هم باید روشن ببینیم شیرینی هاش چجوریه مرده ببین همه جا روشن یه عکس بنداز کار ما بود زیتین هم نوپرتگی موردی شما مردم میلیاردها پول میدن اینو آقا یوتیوبر همداد داره تو لازم دیگه خیلی فهمید خودت پرداز زدی بالا من گفتم قربان آدم فهمید یه خبر خوش داریم میخوایم بدیم خب در بیتی به خاطر همین گفتیم میدونی شیرینی که نمیشه نه؟ شیرینی خوشمزه چی داره که بهمون بده بیا شیرینی اینا همیش تازه بخور نه میره بعدن بخور نه بعدن بخور یکی دو بعدن بخور یه فصلش خودش با می قربان دست خدا برای زیاد بده بعد بخور بیشتر بعد به این میگن کاسبی خوش زبان و شیرین زبان همونجوری که شغل شیرینه خودش هم شیرینه بعد باش چی می‌خوام ما شیرینی خامنه‌ای می‌دیم چند کیلو بزنم برات چند کیلو چنده اینا سبک‌تر میاد مثلا یه جعبه 3 کیلو شکر برات پر کنم نهایتش 2 کیلو میگیره چون خام طبیعیه شما 2 کیلو پر کن که 1.5 کیلو میشه 2 کیلو پر دستی در کنه
آقا توی اصفهان اول مغازه داری دیدم که این خط ببین آقا این قشیری جعبه 3 کیلویه خب خیلی میگیره 2 کیلو میگیره نه. این خوبه؟ آره همین کافی بزرگ است. این تعداد زیاد نیست خیلی مصرف نداره سرش هم مالی امروزه تازه است. دست گل در نکنه از این فرجا. اون بار چیزان دیگر قشنگ کنار همه دیگه. این گلاب بندی؟ مخلوط بذارم اما شیر بله بله از این نارنجکان بذار یا الله آفرین. یا الله. عالی. لنگر یا خوب قشنگ آدم بگه آماده باش. این مهمان بیهش؟ هر کس باش. یا الله یا الله آماده گیر. آماده گیر. سلام علیکم. وای. یا الله سلام. نمیشه سلام واسه جان باشه رو دست دارم گلای تشکر خیر ببینیم راستی من درشیم سلامت باشی من نمیشه بخیر ما از خاطر نوسیمه آفرین نام خدا خوشی کردواری خوشی از مای دیده از جمع از مای دیده بزرگ از مای میره کلان از مای میره خدا شکر ما خوشحالی ساخته کرد ولی این دیگه که صاحب نوتش کرده بار شکر بار خدا شکر خدا خدا کرد ولی اصلا ما تا آخر اون کم لکنه با اولی خب اصلی قصه خدکنیم اینالی که مو طریق در خوشحالی بعد از چند وقت چه کارا بگیم چه خیلی شد نشد اینایش بگیم که مو طریق در خوشحالی این همه ترتیبات گرفته خب دوستان عزیز امید تماشا می‌کنیم کل خانواده دوستان کلی جمع معلوم کرد و خبر خوش از مو ایه که بعد 18 سال میشه بله 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 دیگه بولی مقطعه خوارزگونو که هسته امیدوار شده این روزم رفته بودی دکتر دیگه دکترم تایید کرده که آره نیمی بخیره درایه و همون خاطر مامان دیدیم که جشن میگیری دیگه جایشون خالی دوستا اینا خیلی زحمت کشیدن خیلی سختی تلاش کردن سختی زیاد کشیدن دیگه دکترها رفتن خلاصه نظرها رو دیدن زیارت ها رفتن و بعد 18 سال قدرت خدا رو سعی کنیم این یک معجزه که این دوتا بالاخره سالم فرزند باشه خداوند سعی سالم به دنیا بیاره و انشالله که جان شما جور باشه و سالم و شاداب باشن با همه دوستان دیگه ادامه برنامه رو خدمتتون تماشا کنیم همین سعی کنیم چیزی گفتنی داریم و واقعا چقدر خوشحال البته زحمت بیشتر رشی هست مادر به فنار کشتن بله بله جور باشیم خدا نگاه کنه دوستا اینا با همین تشکر خبر گلای جان دستشون درد نکنه چقدر زحمت کشیدیم دیگه خیر ببینیم دیگه همین پیش آجیش دیگه آجیش میشه 3 و 100 را یعنی 4 میشه دیگه بخیره امید آره خدا بخش اسموی خیلی عزیزه خیلی بزرگوار ارزش داره همزو دیگه اون خاطر گفته دی دکتر از اون جمده مثلا شما این زحمت کشیدیم دستشون درد نکنه همزو خاطر از بس که علی شاه خوشحال بودن که ما یک ننه گل را بلجا آجیش مونگون شخصی همه چای بیشتر ما اکثری من بکنید کم بالای نیه دیگه مادر هم چون زحمت نیشه مادر رو بیشتر باشه درد همزو خاطر نکنه ما دست گل دیگر ولده ولی خوردم البته بخشش باشه فقط شیر نیتونستیم بگیم اگر نه قصد داشتیم کلی گلخانه رو بایده بایده الله خیر ببینین خدا همه مسلمان ها رو خوش بساده انشالله سلام هر کس هر آرزویی که دارد آرزوی برسه
خب بله این رو بگی چقدر نظر دیده که بالاخره اون باشده. نظر خیلی زیاد نظر دیده و خیلی دکترها رفتی نتیجه نگرفتی دیگه این اردسته زحمت کشته دیگه. آره چه حسی دیره چه گفتنی دیره. که فقط خوشحالیم دیگه به خدای همه آرزو برم که خدا همه را هیچ خوشحال بسازه آرزوی همه برآورده‌اش انشالله هر کس یک آرزویی داره در زندگی دیگه یعنی میقدر دیگه هیچ چیزی گفتنی نشد انشالله سلامت باشی فقط دوستا جور باشه جان جوی بسته دوستا و فامیلا باشه بخیر از جشن پیدا شدن انشالله تا امید خدا انشالله تا امید خدا دیگه از این فقط پاس از پنجره این سال سال خیلی همه موفق باشه سال نیک بودک نه؟ آره این خبر سال تو بسیار از پاس خبرهای خوشی بعدیش سری کن دیگه ادامت رهی بعدش هم بعدی ترش تایی که بزرگ خدا را دیگه امید خدا به خوشحالی را بلا خوشحالی امشال امسال بسیار یک سالی نیک و مبارک خدا برای همه خوشحال بسازه برای همه مسلمان هر آجرگره خدا داشت برای دوستان اما تو که گفتیم این سال خبرهای زیاد دیدیم دیگه این دوتا کانال نو زده به نام صدای آبی مرزا بسیار هنرمندای خوبی هستند صدای آبی مرزا را میتونم رقم شی میخوانند حتما از کانال از ما به تماشا میین حتما صدای آبی مرزا رو سرچ کن برین آهنگایش گوش بدین واقعا لذت بخشن امیدواریم که لذت ببرین و حمایت حتما کنین دیگه تشکر از اینکه تا اینجای برنامه خود از ما همراه بودین و تشکر از اینکه ما حمایت مونین دیگه امور خمشون خواهش می‌کنم که این دو تا هنرمندی خوشحال و سرحال را و اون طرف حمایت کنیم هرچی باشه این پولیه مگه گفتم این شش کنم و نیاد مثلا یک نیاد است خوشحالی اصلا نیاد میدید یاد همشون نتون خیره البته بخشیش باشه اون خمید بینید داد آخر سن نمید نیاد مثلا یک کشک خاله مو بوده که اینجی آره اون بود خواهد تو بگی کاکای تو بگی راست میگه نه تو که آتشی نه ما باید بگیم نه کس نوبت بگه تو بگی که اون یاد بگه ما چه بگیم آلی آتش میشه جنگی که هرچی روی بگی داره بگی فقط داخلی نکن ما شما میگه خیلی میگی بگی که باید بگیم دیگه ما تو در دنیای عزیز برای که هنرمندی صدای آب مرزا بوده یک از همکارای آب مرزا بوده من دیگه هنر خونشو بگی آل باید بگیم دیگه دیگه خودتون خانم ما تو رو هنرمند معرفی کنم برای همه دوستا که همه دوستا خوشحال باشه دیگه میشه دیگه سلام برای همه دوستا دیگه این بوله من که دیگه لطف کرده خواهش کرده از ما که باید بگی ما از خوشحالی دیگه باید بگی دیگه غیر از اون باید بگی این روز که خیلی خوشحالم دیگه مادر عزیز خمدم واقعا خوشحالم تمام دنیا از ما شده خواهی مادر عزیزم دیگه عالم ما بردهشون یک صدای خود میکشون دیگه بس خوشحالم دیگه از همه دوستان بسیار خواهش بزرگوارم دیگه ما قربانت شنو میگویی گندم اگر کشتشم مستون گردم اگر کشتشم مستون گردم اگر کشتشم با خنجری تست بخون جانم دورت میگردم بخون جانم دورت میگردم خوشحال باشین همه دوستان را خدا خوشحال بسازه هر حاجت دارین خدا حاجت شما را برآورده کنه این خانواد دیگه امو فرار ملک مالستو رو بخونیم میشن آره بیگر دو شد ما فرار از ملکی مالستان شد ما فرار از ملکی مالستان چی باشد تربوری ترواری بیریا شد ما ماشاءالله خدایی خیلی عالی بود انشالله که موفق شیر باشه خوشحالی دیگه امیدواریم دوستان لذت برده باشه این یک چیزی بوده که همون تراسیمه ما اصلا خبر ندیدیم دیگه هم نداشتی یعنی دیگه خیلی خستم بودم من به خدا خواب بودن خوابی داده که سپرایز کنیم دیگه امیدواریم که لذت برده باشیم
و حتما خواهی کنم که حتما اینا رو حمایت کنین، سابسکرایب کنین، ویدیوهاش تایید کنین، لایک کنین، کامنت انگلیسی نوشته کنین که اینا رشد کنن. ببینیم که استعداد چی داره دیگه، مخصوصا حالشا که از سابق از زمانی که دوره آبی مرزا از ما بوده، بله یکی از اعضای از ما بوده در خلاصه در مجلسایش بوده، تمام با همه بندارا و با همه نشستی از اینا ما بودیم. استعداد خاصه و عنوان سرفدلی موگی، سرفدلی و مراد و گلچمن و استادان ناصر خان و ممدد خان که معروف بود، محسن خان و عقیل خان و عظیم خان مو میشیشتی. امی رفتم امین قدیمای از مو امی رفت پیدا کرد مو امی رفت دیگه تا حالا 22 دیگه آواز میخوانیم.